خداوند همیشه نگاه به دلهای ما و شما میکنه، نگاه به جیبها نمیکنه، نگاه به پست و مقام ها نمیکنه. برای رب العزت و الجلال کرامت انسانی مطرحه، نه رنگ و پوست، نه جیب، نه پست و مقام. یه وقتی ابوذر غفاری از دهانش در رفت، به برادرش بلال گفت یبن السودا، ای سیاه زاده، ای کسی که مادرش سیاه پوسته. بلال شرمنده شد، سرش انداخت پایین. خدا رنگ منو سیاه کرده، رنگ پوست من خدا سیاه کرده. چه بسا رنگ پوست خیلی ها سفیده اما زیرش خیلی سیاه است. چه بسا رنگ پوست ها خیلی ها سبزه است اما اگر بر خدا قسم بخورند، خدا قسمش